بعد رو به رو نگاه میکنم، هر جا ایراد داشت من خیلی دقت میکنم. نقاط تولدش خوبه بچه نه؟ آره اوکی. حالا دوباره میریم کاغذ رو میچسبونیم. اینو دیگه نباید تکون بخورم. خب کاغذ همون پایین چسب میزنم بعد میارمش. جایی که پاره شده چسب میزنم. نمیخوام خود بده بیشه بینش خرابش کنم. گوتو نرو پاره بشه. خب نمی چکار کنیم دوباره پایین بالا رو میخواییم. حالا یه طرفش کاغذ بالاش نباشه بسیارم نده تو خودی جایی که ما کندم میچسبونیم. الان جواب بده چون ببینید من پایین رو میخوام برای جنابی و این نسته نشون کمه ترشانه اینگه طرفم میخوام قشنگ با دستم هدایتشو میکنم شروع کنم به چسب کردن اینجا رو درد پردیم اینا رو که چسب کردم قشنگ دادم جذب و کی ببینید قشنگ لب به لب. بعد میریم برای علامت بی‌نهایت که خیلی مهمه توی همه جام هم خیلی دوستش دارم. خب معمول بره ولی خیلی لذت بخشه بچه‌ها. قشنگ مثل جهان اروپا ترکیه که دارن رو این سبک کار میکنن. خانم قرة تیموری از من اسم بردم میگه بچه‌ها میگه اولین نفره ولی نه ناصر مقدمجو الهام درخشان تمام اینها قبلا کار میکنن. الانشون دیگه به صورت تخصصی داره کار میکنه. بهترین الگو میشه گفت همینه بچه. بهترین الگویی که میشه توی دنیا ازش استفاده کرد و همه دارن باش. شما تو سوزن میده سوزن جر میده بچه کاغذ. مگه اینکه نانو باشه نانو چلوار مسقال خیلی خوبه. بعد اینه اینا دیگه که پاره میشه اون خیلی ببینید من سرشون رو میخوام یه طرف سرشون رو میخوام اینجا سرشون میشه خیلی نکته داره هنوز دختر رو ما هنوز داریم فعلا با کوشش میدیم برای کار. خب میام شروع میکنم چسبمو از اینجا میگذارم